الله متعال در آیات و در موارد متعددی این اصل رو یادآور میشه که این زمین و سلطه و حاکمیت این زمین در واقع اساساً از آن الله هست که به هر کسی بخواد میده. به برخی ها به صورت آزمایشی میده، با وجود این که طغیانگری میکنند مدتها در اختیارشون باقی میمونه، و برخی ها هم جایگزین و جانشین طغیانگرانی میشن که سالهای سال بی‌عدالتی و ظلم روا داشتن به انسانیت یا مردم رو، و الله متعال مستضعفین یا افرادی که در معرض ظلم و ستم بودند رو تمکین میده و از زیر سلطه و حاکمیت زور و ستم اونها رو خلاص میکنه. این فراز و نشیب ها در ضمن نظام اجتماعی یک سنت تاریخی هست که قرآن کریم به صورت مکرر برامون آورده. صحنه‌ای از زندگی بنی اسرائیل رو میاره که پر از فراز و نشیب هست، موقعیت هایی هست که در اوج قدرت هستند و در موقعیت هایی در شرایط بسیار سخت و دشوار زندگی به سر میکنند. به همین صورت از اقوام و نمونه های مختلفی از نمونه های تاریخی برامون قرآن کریم میاره که باز همچنین اشکال متعدد سلطه و حاکمیت رو در بر داره. در نتیجه اون چی که اصل در تفکر دینی وجود داره این هست که الله متعال میگه ان الارض لله، این زمین از آن پروردگار متعال هست، یورثها من یشاء من عباده، و هر کسی که از بندگان خودش بخواد بهشون میده. شاید در یک برهه زمان اراده الهی و مشیتش بر این جهت باشه که سلطه جویانی همچون فرعون حاکمیت داشته باشن، نمرود حاکمیت داشته باشن، و شاید در شرایطی هم حکمت او تقاضا بکنه که افرادی همچون سلیمان و داوود علیه السلام سلطه و حاکمیت رو در اختیار داشته باشن.